دوستان توی این جلسه میخوام در مورد دو تگ HTML دیگه صحبت کنم به اسم دیو و اسپن. چرا الان دارم میگم و توی بخش HTML نگفتم؟ به خاطر اینکه برای درک بهترش نیاز بود که کمی با CSS آشنا باشیم. حالا تگ دیو چیه؟ تگ دیو یه تگیه که به ما کمک میکنه برای گروپ کردن یا جدا کردن چند المنت یا تگ. اسپند برای گروپ کردن یا جدا کردن متن استفاده میشه. حالا بریم با هم دیگه مثال بزنیم. ببینید فرض کنید که خب ما توی پروژه که داریم، مثلا این بادی که من دارم یه دونه تگ h1 داشته باشم و اینجا هدینگ شماره 1 من باشه به عنوان مثال، و یه دونه تگ p هم پایینش داشته باشم، یه متنی هم براش در نظر میگیریم و یه دونه دیگه هم بیام پایینتر کپی کنم، یعنی همینو من کپی کنم بیام پایینتر قرار بدم، بگم مثلا هدینگ شماره 2 و اینجا داشته باشم. خب اگه اینو سیوش کنم بیام این قسمت رفرش کنم، اینجا من دارمش. حالا من توی استایل از قبل اینجا سری استایل دارم، همینا رو پاک میکنم، سیوش میکنم و رفرش میکنم. خب این هدینگ وان و متنی که داره و هدینگ شماره 2 که حالا من یکم از اون داش میرم توی یک لاین قرار بگیره. خب کاری که من میخوام انجام بدم اینه که میخوام h1 و تگ p هم بک‌گراندشون، یعنی رنگ پس زمینهشون به عنوان مثال زرد باشه، متناشون قرمز باشه، و این دومیه مثلا h1 و تگ p دومی بک‌گراندشون یا رنگ پس زمینهشون متفاوت باشه، یعنی استایل این دوتا با هم جدا باشه، این دوتا هم جدا باشه. خب ما تا اینجا مواردی که یاد گرفتیم یکیش اینه که بیایم برای مثلا h1 آیدی قرار بدیم، برای تگ p هم یک کلاس یک آیدی در نظر بگیریم، برای h1 و تگ p دوم هم این قسمت اینا رو یه آیدی یا کلاس دیگه براشون در نظر بگیریم. یه کار اینه. یه کار دیگه هم اینه که ما بیایم این دوتا رو یک گروپ در نظر بگیریم و توی یه دونه دیو والد داشته باشیمش و بیایم به اون دیو والد کلاس بدیم، یعنی نیاز نباشه که کلاس به هر دوتای این بدیم. پس برای این کار، برای اینکه بیام این دوتا رو گروپش کنم و مجزاش کنم، میام از تگ دیو استفاده میکنم که دیوایدر هست، جدا کننده هست، و توی این تگ دیو میام این مقدار رو قرار میدم. حالا میام مثلا به این کلاس میدم، فرضاً مثلا کلاس رد بهش میدم و میام اینجا کلاس رد رو استایل میدم، میگم آقا کلاس ردی من دارم که مثلا کالرشون رنگش چی باشه؟ رد باشه، قرمز باشه. خب من اگه سیو کنم اینجا رفرش کنم، این دوتا قرمز هستن. حالا رنگ بک‌گراندش رو میتونم عوض کنم که در مورد اینم صحبت میکنم، در مورد پراپرتی بک‌گراند، در مورد پراپرتی مختلف بچه‌ها صحبت میکنیم، اصلا نگران نباشید. فعلا داریم یاد میگیم که چجوری میتونیم از CSS استفاده کنیم و تگ‌های مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. و اینجا مثلا باشه یلو، یعنی رنگ بک‌گراندش رو ببینید، پس زمینش اینجا بک‌گراندش زرد میشه. خب پس این به این شکل. حالا از طرفی میتونم دوتا رو هم گروپش کنم، بذارمش توی یه دونه دیو. درسته؟ دیو برای گروپ کردنه و اینجا مثلا بهش یک کلاس دیگه بگم آقا شما رنگ سبز باش و بک‌گراندت و چیزی که داره متفاوت باشه، یعنی من اینجا کلاس گرینمو بنویسم، بگم که رنگش گرین باشه، متنش، بک‌گراندش چه رنگی باشه؟ بک‌گراندش هم مثلا بلو باشه. بچه ها دقت داشته باشین، اینجا 2 نقطه است، این قسمت اسم رنگ، بعد سیمیکالون لاین بعدی. حواستون به سینتکس باشه. رفرش کنم به این شکل قرار میگیره. حالا این رنگ آبی خیلی خوب نیست، این هم میتونیم همون یلو باشه به عنوان مثال، فقط رنگش سبز باشه. پس به این شکل ما میتونیم گروپ رو انجام بدیم. این میشه تگ دیو که میاد چندین المنت یا تگ رو با هم دیگه گروپ میکنه، مجزا میکنه و ما راحت تر میتونیم براش استایل و کلاس داشته باشیم. مورد بعدی تگ اسپن بود. تگ اسپن رو ما میتونیم برای متن ازش استفاده کنیم. به عنوان مثلا من اینجا متن داشته باشم، خب متن رو کوچیک‌ترش کنم، خیلی بزرگه، اینجا متن داشته باشم، سیوش کنم، خب این متن من اینجا قرار بگیره. حالا فرض کن که میخوام این تکه متنی که این قسمت دارم، این تکه متن رو ورش دارم، خب و یه استایلای متفاوتی بهش بدم، رنگش رو عوض کنم، نمیدونم کارهای مختلف روش انجام بدم. برای این کار میتونیم از تگ اسپن استفاده کنیم. یعنی من اینجا تگ اسپن رو قرار بدم، سیوش کنم، بچه اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. خب ولی میتونم به این تگ اسپن یک کلاسی بدم، به عنوان مثال کلاس گرین، کلاس ردی که از قبل دارم، یا بیام هر کلاس جدیدی و اگه رفرشش کنم اون تک متن من استایل هایی که این کلاس داره رو میگیره. پس به این شکل هم ما میتونیم بیایم از اسپن استفاده کنیم. اسپن رو برای گروپ کردن یا جدا کردن تک متن میتونیم استفاده کنیم.
دیو هم که این قسمت داریم برای المنت ها یا تگ ها. خب دوستان بریم و توی جلسه بعدی در مورد موضوع مهمی صحبت کنیم به اسم ارث‌بری در CSS. پس بریم و توی جلسه بعدی به این موضوع بپردازیم.